سوالی 449 این سوال از گیومتری است. یک نقطه داده شده است a -2 و 11 و دوره مرکزش -14 -5 متعلق است. رادیوس این رو یابید میگه. بیاین اول یک تصویر کنیم. یک دایره کنیم. مثلا در اینجا دایره داریم. و از با ما چی میگوید؟ در این دایره مرکزش، اگر ما اینجا مرکزش گویم، با مرکزی چند؟ -14 و -5 و یک نقطه است. در یک نقطه A گویم. این نقطه چه کوردینات دارد؟ -2 و 11. رادیوس اگر بسید در اینجا در اصل در سوال دیگر هم است، مسافه بین دو نقطه از ما میپرسه. مسافه بین دو نقطه و در اینجا رادیوس که ما میدهد ارگویم. مسافه بین دو نقطه رو چه میابیم؟ فرمول رو به خاطر بیاریم. فرمول چی بود؟ مسافه برابر است ریشه فرق کامپوننت x ها x1 - x2 در کوادرات جمع فرق کامپوننت y در کوادرات. در اینجا x1 و x2 این نقطه 1 و نقطه 2. کدامی از اینها رو شما نقطه 1 خواهید نقطه میتونیم مثلا مرکز رو نقطه 1 و A رو نقطه 2 یا اینکه برعکس نقطه A رو نقطه 1 و نقطه مرکز رو نقطه 2 گفته. و اگر به جای نقطه عددها رو مونیم چی میشود؟ این برابر میشود به ریشه نقطه 1 چی گویم؟ بگذار A باشد چی میشود؟ -2 در اینجا x1 -2 میشود. مینوسی از روی قاعده مینوس میبید. x2 ما چند؟ -14 در کوادرات جمع من که نقطه یکم رو A گفتم باید با میخوام 11 -5 در کوادرات. و اگر این رو ما در این ریشه رو اگر با آسان‌تر رو کنم چی میشود؟ در اینجا -14 در کوادرات نه همش در کوادرات. قوس رو اگر کشم چی میشود؟ +14 میشود با -12 کوادرات. قوس دوم باشد در اینجا با دو قوس است -5 در کوادرات نیست 16 کوادرات میشود. و این رو باید حساب کنیم. اگر کوادرات ها رو ناقص گردانیم 12 کوادرات چی است؟ این 144 است. در این 144 16 باشد 256 و این رو اگر جمع کنیم در این ریشه 400 میشود و این ما میدونیم 20 است. یعنی جوابی ما 20 میشود. در روزی رادیوس